به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستداران و علاقه‌مندان شاهنامه فردوسی بزرگ از سراسر جهان. من آشا هستم و به کانال یوتیوب شاهنامه فردوسی با آشا خیلی خوش اومدین. از اونجایی که حدس میزنم احتمالاً کلیپ های گذشته رو دیده باشین، میدونین که ما در این کانال به گزارش و خوانش تک به تک ابیات شاهنامه فردوسی از آغاز میپردازیم و هر نکته‌ای، موردی یا تفاوتی در نسخه های مختلف باشه که به نظر مهم و قابل توجه بیاد رو بهش اشاره میکنیم. البته این رو یادآوری کنم که از نشست نخست این کانال تا حدوداً قسمت 6 و 7 ما پیشینه های شاهنامه نویسی، حماسه سرایی و مواردی از این دست رو با هم دیگه مرور کردیم تا یک پیش زمینه کلی درباره اینکه شاهنامه فردوسی به چه صورت پدید اومده و خود فردوسی بزرگ در کجا زاده شده و اطلاعاتی از این دست رو داشته باشیم. و اما از اونجایی که میدونید ما دیباچه رو آغاز کردیم، ابیاتی از اون رو خونده شده و امروز هم به ادامه اونها میپردازیم. خیلی خوشحالم از اینکه این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک میذارین، لایکش میکنین و از حمایت های همه جانبتون بسیار سپاسگزارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بریم که زودتر به اصل مطلب بپردازیم و ادامه کار رو داشته باشیم. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. این رو اشاره بکنم که اگر به سبک خراسانی و کهن خوانش بفرمایید و همطور که بعضی از مناطق ما همچنان و همون لهجه های کهن بیشتر در زبانشون به کار میبرن، خوانش نخست به جای نخست بیشتر مورد پذیرش و کهن هست و سبک خراسانی هست. نخست آفرینش یا نخست آفرینش یعنی آنچه در آفرینش نخستین چیزی که آفرینش یافت. که در اینجا و موارد مشابه دیگه‌ای هم داریم که در شاهنامه هست، به عنوان بدل اصطلاحاً میگن بدل به کار رفته. این بدل در ترکیب اضافی به جای مضاف میشینه و از تکرار جلوگیری میکنه. بنابراین نگهبان جان است و آن سپاس یعنی نگهبان جانه و نگهبان سپاس. این کاربرد رو در جاهای دیگه شاهنامه میبینیم. مثلا یه بیتی داریم که میگه نه آیین شاهان بود زین نشان، نه آن سواران گردن کشان. پاس در لغتنامه دهخدا به استناد این بیت و بیتای بعدی که اومده، سپاس یعنی سه نگهبان تن، یعنی گوش و چشم و زبان، و بسیاری هم همین معنا رو تکرار کردن. معنای دیگه ای هم که ما میخوایم بهش اشاره بکنیم، واژه سپاس اونجور که حالا در مصرع دوم و بیت بعدی هم داریم و ازش برمیاد، نه به معنای نگهبان بلکه به معنای جای نگهبانی یا پست مراقبت هم به کار میره و به کار رفته و به نظر میرسه که این معنا هم درست هست و شاید درست‌تر از معنای قبل بتونیم بگیم. یعنی به عبارت دیگه پاس نقطه یا محل بسیار حساس و مهمیه که باید از اون مراقبت کرد، زیرا که کمینگاه خطره. چشم و گوش و زبان
اندام‌ها یا نقاط استراتژیک انسانن که میتونن سرنوشتی نیک یا بد رو برای اون رقم بزنن و عقل در این 3 نقطه به نگهبانی میپردازه تا نه تنها این 3 اندام به کژی نرن و به جان آدمی گزندی نرسونن، بلکه در مسیر بهروزی آدمی هم به کار بیفتن. و خلاصه این که پاس در اینجا یعنی جایگاه پاس، محل نگهبانی، پاسگاه. و معنی بیت به این صورت هست که بدون که عقل نخستین آفریده است. عقل هم نگهبان جانه و هم در 3 پاسگاه هستی آدمی چشم و گوش و زبان به مراقبت و نگهبانی میپردازه که از بزرگان مختلف، چه بزرگانی که در واقع باورهای مذهبی و حوزه مذهب هست ما این رو داریم، چه در آثار حکمت افلاطون و ارسطو و در واقع فلسفه و زمینه‌های مختلف، این موردی هست که بارها ازش یاد شده و به هر تقدیر این رو میتونیم بگیم که در روزگار فردوسی نخست آفریدگی عقل و اولین آفریده بودنش از مسائل کم و بیش مسلم به شمار میرفته. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این 3 بود نیک و بد بیگمان. این رو اشاره بکنم که بود این روایتی است که در نسخه فلورانس اومده، در چاپ مسکو به جای این واژه رصد اومده که از این 3 رصد خوب و بد بیگمان. معنی به چنین هست که سپاسگاه هستی تو ای انسان عبارت است از چشم، گوش و زبان و تردیدی نیست که همه نیکی ها و بدی ها از این 3 پدید میاد. پس همواره باید اونها رو زیر نظر داشت، باید مراقب اونها بود تا در مسیر نیک و درست به کار برن. باز هم میشه این رو اشاره کرد به آیاتی که ما در قرآن کریم و سوره اسراء آیه 36 داریم و باز اعتقاد حکیمان و فیلسوفان هست و در کتاب‌های مختلف اومده که من اون رو باز هم به خوانندگان مشتاق توصیه میکنم که اگر علاقه‌مند هستند و یا حتما شنیدن این مسئله رو تا کنند. و ما بریم به ادامه ابیات. خرد را و جان را که داند ستود، اگر من ستایم که یارد شنود. داند به معنای تواند هست یا آگاهی داره. باز هم این رو اشاره بکنم که داند روایت نسخه فلورانس هست و در چاپ مسکو یارد اومده. یارد هم از معنای یارستن هست که تواند، جرأت کند رو معنی میده. معنی بیت به این فرم در میاد که چه کسی میتونه عقل و نفس رو بستایه، یا دانش چه کسی در خور ستایش عقل و نفسه. حتی اگه من اون رو بستایم، کیست که بتونه ستایش من رو بشنوه و یا دریابه. در این بیت و مصرع اول بعد بیت در واقع فردوسی داره از این میناله که همنشینی دانا و سخنسنج و همدل نداره تا چنان که باید و شاید در ستایش عقل و نفس داد سخن بده.
خیلی خوشحالم که کنار من بودین، چند بیتی رو با هم دیگه خوندیم و ورق زدیم و از این کتاب ارزشمند آنچه رو که در حد فهم و درک توانمون بود دریافت کردیم. سرت سبز باد و دلت شادمان. سپاسگزارم که همراه من هستین. لایک میکنین، سابسکرایب میکنین و به دوستانتون معرفی میکنین. شاد و پیروز باشید.